فجر امسال جشنواره‌ای که غایبانش خبرسازتر از حاضرانش شدن. اما پشت این اتفاقها چی میگذره؟ با ما همراه باشین چون قرار داغ‌ترین اخبار این روزها رو راجع به هنرمندان در اختیارتون بذاریم. 44مین دوره جشنواره فیلم فجر روز شنبه 11 بهمن ماه آغاز شد. این دوره از جشنواره با تحریم گسترده‌ای از سوی هنرمندان شاخص و موجی از واکنش‌های اعتراضی تو شبکه‌های اجتماعی همراه بود. منتقدان و بخشی از جامعه با متهم کردن برگزار کنندگان به سفیدشویی شرایط سیاسی و بی‌تفاوتی نسبت به مطالبات عمومی، این رویداد رو یکی از دو قطبی ترین و پرحاشیه ترین ادوار تاریخ جشنواره توصیف کردند که با غیبت معنادار ستارگان و تنش تو نشست‌های خبری شناخته شد. علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت، با انتشار بیانیه‌ای تند به استفاده از چهره‌اش تو پوستر جشنواره اعتراض کرده و خودش رو همدرد مردم خونده. هومن سیدی، بازیگر سرشناس سینما، گفته هیچ جشنواره‌ای، هیچ تندیسی و هیچ دیده شدنی ارزش ایستادن روی سکوت و عبور از جان انسان رو نداره. هدی زین‌العابدین گفته به حرمت خانواده‌های داغ دیده و به احترام مادرانی که چشم به راه فرزندانی هستند که دیگه بر نمی‌گردن، من هم از جشنواره فجر دور میمونم. امیر جدیدی میگه از درون لبریز اندوه و از بیرون رگبار حزن، همچون زادگاهم عزادارم. از حضور و رقابت تو جشنواره دوری میکنم. همچنین الناز شاکردوست گفته من عزادار عزیزانم هستم. کدام جشنواره؟ کدام جشن؟ من نه در جشنی شرکت خواهم کرد و نه دیگر هرگز در این سرزمین نقشی بازی خواهم کرد. سهراب پورناظری میگه در این روزهای سیاه حضور در هر جشن و جشنواره را پایمال کردن خون جوانان و داغی بر دل مادران و پدران ماتم زده سرزمینم میدانم. همینطور مهران احمدی میگه وارد جشنواره نمیشوم چون عزادار جوانانیم و عدم حضور رو از روی ترس خودم نمیدونم. صحرا اسداللهی و رضا کیانیان از دیگر بازیگرانی بودند که از حضور تو جشنواره انصراف دادن. در مقابل بازیگرانی هم بودن که تو جشنواره حضور پیدا کردن و از فیلم خودشون حمایت کردن ولی با عصبانیت مردم روبرو شدن. از جمله این افراد مثل منوچهر هادی که میگه انتظار نداشته باشین چون یه تعداد جوون کشته شدن زندگی رو تعطیل کنیم. خود اونها از این کار راضی نیستن. اگه شما یه چنین انتظاری دارین دیکتاتوری. الناز ملک گفته نمیدونم چقدر قراره به خاطر حضور تو جشنواره فحش بشنوم. من خودم داغدارم و عزیزی از دست دادم ولی وظیفمه پشت فیلمم وایستم. و همینطور محمد حسین مهدویان گفته خوشحالم از ستاره‌های ترسوی سینما تو فیلمم استفاده نکردم که الان التماس کنم کنار فیلمشون بایستن. بعضی از بازیگرا هم ضمن حضور تو جشنواره به احترام مردم و مطالبات عمومی استایلشون سراسر مشکی بوده. از جمله این افراد کسایی هم مثل مهیا دهقانی، الناز ملک، مهران غفوریان، سونیا پوریامین و محسن قصابیان. در نهایت چه اون هنرمندانی که تو جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کردن و چه اونهایی که ترجیح دادن شرکت نکنن، هر کدوم مسیر و انتخاب خودشون رو دارن. انتخاب‌هایی که از نگاه بیرون شاید ساده به نظر بیاد اما پشتش دنیایی از دغدغه و باور و تجربه قرار داره. حالا نظر شما راجع به حضور یا عدم حضور هنرمندان تو جشنواره چیه؟ حتما برام کامنت کنین. تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.